سلام دوستای عزیزم. این سری میخوایم بریم آموزش نبات گیاهی قلبی رو بهتون آموزش بدم. بچه ها ببینین نبات رو، اینا خورده نباته، میریزیم. خب الان من میخوام زعفرونیشو درست کنم به هر اندازه‌ای که بچه انقدر چیز نباشه دیگه، بشه همش زد، خیلی خیس نباشه. قشنگ مخلوطش میکنیم، قشنگ همه جاش رو زعفرون بگیره. دیگه این چون زعفرون دارید میریزید احتیاجی به آب نداره، چون خودش آبه دیگه، آبم قاطیشه. ولی پودرای دیگر رو حتما باید با آب. بچه قشنگ زعفرون بریزین یا پودرتون رو بریزین که نباتتون سفید نباشه، قشنگ همه جای نباتتون زرد بشه. الان نبات من هم نگاه کنین همه جاش قشنگ زعفرونی شده، اندازه آبش هم خوبه، چون بیشتر از این باشه خیس باشه رطوبتش زیاد میشه، نباتتون موقع در اومدن خرد میشه یا میشکنه، دیر میگیره. خب من بذارم اینجا. بچه ببینید من داخلش رو باز خورده های زعفرون رو گذاشتم. حالا میام از این نباتم میریزم توی قالب. خب قشنگ اینجا رو باید دیگه به کمک دستتون دیگه اینجاها رو فشار بدین. قشنگ اینجاش صفر بشه که موقع در اومدن خورد نشه. دوباره از مواد میریزیم روش. قشنگ پرش کنید که نریز، موقع در اومدن خیلی راحت در بیاد براتون، خالی نباشه. صفر فشارش بدین. یکی دیگه براتون انجام میدم. ببینین نباتون میریزین داخلش، دست قشنگ صفر فشار بدین.
دیدین بچه ها چه قشنگ. خب بچه ها این الان بعد 12 ساعت میخوام درش بیارم. یواش و از پایین فشار بیاریم. دو رنگاشم براتون در بیارم ببینیم چجوری شده. اینم گل گاو زبونه.